پشت محوطه جریمه، پاس خوب سمت راست زمین، لامین یامال ضربه رو میزنه و در همین ابتدای کار نزدیک بود بارسلونا به گل برسه. کورتوا توپو راهی کورنر کرد بدین شکل سمت راست زمین. یامال توپو میندازه به گاوی، مقاطعه بازیکن بارسلونا. سانت انجام میشه روی دروازه و توپی که بازم گل نشد. فوق العاده است این تیبو کورتوا، دو سیو نجات بخش داشته در همین ابتدای کار. سانت رافینیا انجام میشه روی دروازه پشت محوطه جریمه. توپو کاسادو گرفت، خطا نبود. وینیسیوس حالا حرکت بازیکن رئال مادرید، ضد حمله برقاسای اونا. امباپه با سرعت خیره کننده خودش پا عوض میکنه، وارد محوطه میشه و گل میزنه. گل برای تیم رئال مادرید توسط کیلیان امباپه. 1-0 و خوشحالی خاص امباپه. ببینیم وی آر میره یا نه سر اون توپی که وسط زمین خطا شد. یعنی به نظر میرسید ممکنه خطا بشه. با هم ببینیم اینجا از اون توپی بود میتونست هم خطا نگیره. وینی نذاش که کاسادو حرکتش ادامه بده. چه ضد حمله ای، چقدر خوب حرکت کرد. اینجا بالدار رو محو کرد، جاش گذاشت و اینجوری ضربه رو زد و شستی رو مغلوب کرد. 1-0 نفع رئال مادرید. خبر از وی آر هم مثل که نیست اصلا، چون سرنم جوری نبود که بخواد خطا بگیره و نگرفت. کار دنبال میشه. فعلا 10 نفره داره بازی میکنه تیم رئال مادرید. سانت انجام میشه روی دروازه. رافینیا توپش مماس به تیر عمودی به بیرون رفت. ورزشگاه ملک عبدالله 63,000 نفر ظرفیت داره. یکی از نیمه نهایی جام ملت آسیا هم اینجا برگزار میشه. حرکت بازیکن بارسلونا یامال. آروم، چه گلی. خب اصلا انگار نه انگار این بازیکن 18 سالش هنوز نشده. مگه میشه که اینقدر خوب باشه؟ 1-1 مساوی با خونسردی هرچه تمامتر. مدافع رو یکی پس از دیگر از پیش رو برداشت و دروازه رو باز میکنه یامال. با هم نگاه کنیم. کونده اینجا پاس داد. لوا فوق‌العاده کاشت توپو برای یامال. یک حرکت در عرض و خیلی خوشگل توپو گوشه دروازه قرار داد یامال تا حساب کار 1-1 مساوی بشه. فوق‌العاده کار کردی بازیکن 17 ساله و دروازه کورتوا رو